خب سلام خدمت دوستان. یه مشکلی که همه ما کله پاچه خورا داریم اینه که این سیرابی ها خیلی کثیفه و نمیدونیم باید چجوری تمیزش کنیم. خب منم تا الان نمیدونستم، ولی خب امروز یه تستی کردم دیدم چقدر راحت تمیز میشه بدون دردسر. گفتم اینو شیر کنم برای شما بذارم که شما مگه کله پاچه خورید این مشکل برطرف شه، چون سیرابی یکی از قسمتایی که خیلی خوشمزه است و همه دوست داریم بخوریم. ببینید سیرابی رو بذارید توی ظرفی، آب جوش رو بریزید روش، بذارید تقریبا 50 ثانیه بمونه، زیاد نباید بذارید چون این میپزه بعد دیگه کنده نمیشه این کثیفی ها. و خیلی کلیپ ها دیدم که میگفتن توی سرکه بذارید، نمیدونم بروس سیمی بکشید یا با چاقو رفت و برگشتی بکشید. هیچ کدوم از این دردسرا نمیخواد بکشید. ببینید یه خورده توی آب جوش گذاشتم، چاقو رو به این صورت میکشید، ببینید که چقدر راحت تمام کثیفی های این از بین میره و به راحتی یه سیرابی تمیز میتونید داشته باشید. اگه هم دیدید دوباره یه خورده سفت میشه و دوباره پاک نمیشه، میتونید یه خورده دیگه توی آب جوش بذاریدش، دوباره همین کارو بکنید و میبینید که چقدر راحت تمیز میشه و سفید میشه. برای من سوال بود که این سیرابی ها رو باید جا کجا سفید میکنن، چجوری سفید میکنن. بعضی میگفتن توی آهک میذارن، نمیدونم مواد میزنن، ولی نه، خیلی راحت با آب جوش ببینید پاک شد، از بین رفت. امیدوارم که شما برید سیرابی بخرید دیگه، نترسید از این کثیفی، خیلی راحت تمیزش کنید به این صورت. بفرمایید یه سیرابی خیلی تمیز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، لایکتون نره. تا کلیپ بعدی.